در روزهای آخر در گروه‌های مهاجران توجک در شبکه‌های اجتماعی ویدیو چرخ می‌زند که چگونه مسافران 3 زن حجاب‌پوش را با کودکان خردسالشان از ترالبوس پیش می‌کنند. این زنها بین خود و با کودکانش به توجکی حرف می‌زنند و ظاهراً از توجکستانند. در پس منظر موج نو تعقیب مهاجران توجک که بعد حمله خونین کراک و سیتی خال اوج بازم بیشتر گرفته است، بسیاری ها این ویدیو را همچون باز یک علامت بازم بدتر شدن مناسبت اهالی محلی نسبت به مهاجران به ویژه نسبت به توجکات در روسیه می شمارند. لحظه آغاز مناقشه بین مسافران محلی و زنان مهاجر در ترالبوس ثبت نشده است و از این رو سبب مناقشه نامعلوم باقی میماند. در ویدیو دیده می شود که چند زن و یک مرد سلاویانی کوشش میکنند که با زوری یک زن حجاب‌پوش را با فرزندانش از ترالبوس برانند. آنها از گریبان زن گرفته میکشند که از جایش بخیزد و ترالبوس را ترک کند، اما آن زن گردن نمیدهد و وقتی یک زن سالخورده روس از گریبانش میگیرد دست او زن را تیله داده میگوید دستت رو بگیر. وقتی که همه مسافران میگویند باید پلیس رو به اینجا دعوت کرد، این زن بازم ناترسانه میگوید مرحمت دعوت کنید. یک مرد روس به جنجال همراه شده اون زن را سرزنش میکند که باید درست رفتار کند. او سپس از آن زن کودکدار با اشاره به طرف در ترالبوس طلب میکند که میبرویم. در این اثنا یک نورس که ظاهرا پسر این زن حجاب‌پوش بود و در پهلوی او نشسته بود از جا بلند شده به جنجال خوش میشود و خطاب به آن مرد میگوید که خودت برو. این نورس همین طور به حمایت از مادرش با دیگر زنهای روس که بالای زن حجاب‌پوش داد میزنند وارث بحث میشود و آنها را در جایش میشیناند. جنجال اوج گرفته قریب تا به زن و زنی میرسد. در نهایت به مسافران محلی که خیلی بیشتر بودند میسر شد که این زن حجاب‌پوش را با کودکانشان به زوری از ترالبوس تیله داده میبرارند. همان زن حجاب‌پوش اول بعد به بیرون برآوردن کودکان باز وارد ترالبوس شده میگوید یگان کس یگان جا نمیرود، ولی اون مرد روس او را دیگر باره تیله داده از اتوبوس میبرارد و در همین لحظه راننده در ترالبوس را میپوشد. از بس که این ویدیو در بین مهاجران بحث‌های گرمی رو به پا کرده است، اداره پایگاه خبری بامداد به تحقیق آن پرداخت و معلوم کرد که این مناقشه هنوز ماه اکتبر سال 2022 در شهر سنت پترزبورگ روسیه رخ داده است. آن وقت خدمات مطبوعات کارخانه واحد دولتی گور الکتراترانس پترزبورگ خبر داد که این جنجال بین مسافران ترالبوس رقم 29 نیمه دوم روز 5 اکتبر سال 2022 تخمینا ساعت 15:50 در ایستگاه نزد مترو مسکوفسکای رخ داده است و راننده ترالبوس در آن را پوشیده جانب‌های دیگر را به صورت جسمانی از هم جدا کرده است و سپس با درخواست مسافران دیگر از آن ایستگاه حرکت کرد. گور الکتراترانس درباره سبب جنجال ها اظهار بیخبری کرد چون که منبع اول دسترس نیست، ولی برخی رسانه‌های محلی از جمله فانتانک نوشته بود که این زنها رو برای اون از ترالبوس پیش کردند که آنها بلندگویی میکردند. برخی کاربران اون وقت نوشتند که این زنها از لولیان آسیای مرکزی بودند که آنها رو جوگی هم میگویند و در شهرهای روسیه امروی فرزندانشان اساسا به طلبندگی مشغولند. با گذشت 1 سال 7 ماه تصدیق درستی این ادعا دیگر امکان ندارد. وقتهای آخر مهاجران توجک از بدتر شدن مناسبت هم مقامات و هم ساکنان روسیه نسبت به آنها زیاد شکایت میکنند. این را به حمله تروریستی در کراکوس بستگی میدهند که اکثر متهمانش متاسفانه از توجکستانند.